سلام دوستای نازنین، بیا که در مورد a day off و an off day یاد بگیریم. A day off به روزی گفته میشه که روز نرمال برای کار هست، مردم برای کار میره و خودت امروز رخصت گرفتی و کار نمیکنی، مجبور نیستی که امروز کار کنی به خاطر از اینکه که شما از رخصتی خود استفاده کردین و امروز رخصت گرفتین. مثال زدیم ما اینجا I took a day off and I didn't go to work. ما یک روز رخصت گرفته بودم و کار نرفتم و کار نکردم. An off day یک روزی را میگه که رخصتی است. مثلا در افغانستان روز جمعه رخصت است، یک روز آف است. او را گفته که a day when you don't work، یک روزی که تو کار نمیکنی، نگرفته رخصت، کار نمیکنی به خاطر که امروز رخصت است برای کلگی. We have an off day. ما یک روزی رخصتی داریم. مثلا روزای عید ما off day داریم، سال نو ما off day داریم. اما در بین هفته اگر شما یک روز رخصت میگیرین و کار نمیرین، او را a day off میگه که او را خودتان خواستین رخصت بگیرین. تشکر. برای درس‌های بیشتر مرا فالو داشته باشین.